سلام و درود خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخواستم در مورد داغ‌ترین اخبار و حواشی چند روز اخیر صحبت کنم، مخصوصا حواشی UFC 323 که چند روز پیش برگزار شد، که همونجوری هم که دیدیم پیوتر یان موفق شد مراب دوالیشویلی رو شکست بده، انتقامش رو گرفت و دوباره تبدیل شد به قهرمان خروس‌وزن UFC. میخواستم در مورد حواشی این ایونت صحبت کنم و در مورد دستمزداشون و چیزای دیگه. بعد از اونم میخواستم در مورد حرفای رئیس UFC آقای دینا وایت، حرفایی که در مورد آرمان ساروکیان زد صحبت کنم، حرفایی که بعد از مسابقات زد توی پرس کنفرانس و اومد یه حرفایی زد که واقعا منو شوکه کرد. یعنی اومد گفت که اصلا واسه من فرقی نمیکنه که رنک یکو داره، آرمان باید دوباره از اول شروع کنه، یه جایی مثلا برگرده آخر صف، که مثلا حالا تایتل شات حقش نیست، آخر صف هم نه، ولی مثلا دوباره برگرده یه دو سه تا فایت دیگه انجام بده تا ما دوباره بیام بهش تایتل شات بدیم. در مورد این حرفا می‌خواستم یه مقدار صحبت کنم. میدونم در مورد آرمان ساروکیان زیاد صحبت کردیم، ولی خب توی دنیای MMA لحظه به لحظه داره اتفاقای جدیدی میفته، حرفای جدیدی زده میشه که دیگه باید بیایم در موردش صحبت کنیم دیگه. حرفا جالبن، هم من دوست دارم، هم خیلی از بچه‌ها دوست دارن. حالا توی قسمت دومین ویدیو در مورد این داستان صحبت میکنم، ولی بعد از این میخواستم در مورد یک دعوایی صحبت کنم که در حین برگزار شدن مسابقات اتفاق افتاد، دعوایی که هیچکی فکرشو نمیکرد، دعوای بین جمال هیل و یوانا یانجیچک. در مورد این هم صحبت میکنم که چرا اینا با هم دیگه دعوا کردن. و آخر سر میخواستم در مورد مصاحبه اخیر همزاد چیمایف با کانال ESPN صحبت کنم با برت اوکاموتو. مصاحبهشون همین امروز آپلود شد و میخواستم در مورد حرفایی که همزاد زده صحبت کنم. یه مقدار به این مصاحبه با هم دیگه گوش میکنیم و در مورد حرفای همزاد هم صحبت میکنیم، ولی گفتم بریم حالا از بحث اول این ویدیو صحبت کنیم. بچه اینم بگم که من این ویدیو رو قسمت بندی میکنم، دقیقه تمام قسمت ها رو میذارم توی کامنت ها، اونجا میتونید بریم ببینید در مورد چه چیزایی توی این ویدیو صحبت کردم. ممنونم میشم بچه همینجا ویدیو رو لایک کنین و کانالمون هم سابسکرایب کنین اگر تا بار سابسکرایب نکردین. دم همتون گرم آقا. بریم از مسابقات UFC 323 شروع کنیم. همونجوری که دیدین پیوتر یان با یک دسیژن قاطعانه مرابو شکست داد. میگم قاطعانه چون که توی این چند سال اخیر ندیده بودیم کسی همچین بلایی سر مراب بیاره. یعنی هم سر و پا آسیب زیادی به مراب رسون، هم مراب توی کشتی نتونست حریفش بشه و برعکس این پیوتر یان بود که داشت مرابو خاک میکرد، بردش بالا، زدش زمین توی راند 3. مطمئنم همتون دیدین، دوستانی که فایتو دیدن. قشنگ همون صحنه‌ای بود که بلال محمد لیون ادواردزو برد بالا با کله کوبوندش زمین. قشنگ اینم همین جوری توی راند 3 مرابو برد بالا با کله کوبوند مرابو زمین. من گفتم مراب ناکوت شد، باور کنید گفتم مراب ناکوت شد، ولی خب نشد. مراب سرسخته آقا، ولی خب به هر حال یه فایتی دیدیم که اصلا واقعا کسی فکرشو نمیکرد. الان این دفعه واقعا پیوتر یان عالی بود. ببینید توی فایت اولشون، این فایت اولشون اینجا میبینین 49 تا زیرگیری کرد مراب دوالیشویلی، 49 تا، و از اون 49 زیرگیری 11 بارش موفق شد پیوتر یان رو خاک کنه. حالا پیوتر یان دوباره بالا میشه، دوباره میزدش زمین و کلا 5 راند اینجوری بود. ولی توی این یکی فایت رو نگاه کنی، از 29 زیرگیری تبدیل شد به 2 تا تیک داون موفق، و از طرف دیگه این پیوتر یان بود که 5 بار مرابو خاک کرد. از 9 تا اتمپت یا از 9 تا اقدامی که کرد 5 بارش موفق شد خاک کنه مرابو. حالا کاری به کشتی و مشتی ندارم، ولی خب حداقل 4 تا راند و 100% به نظر من پیوتر یان برد. حالا الجیم استرلینگ اومد گفت که به نظر من باید 3-2 میشد. من فکر میکردم مراب در حال بردنه. من نمیفهم اصلا الجیم استرلینگ چه فایتی رو داشت میدید، ولی خب چون که رفیق مرابه خب باید بیاد از این حرفا بزنه.
به هر حال پیوتریان خیلی برد خوبی داشت. اینم بگم که بچه دوستانی که لایو قبلی رو ندیدن، بعد از فایتا من اومدم یه لایوی رفتم در مورد تموم فایتایی که اون شب برگزار شدن صحبت کردم که توی فایتا چه اتفاقی افتاد. هر کی اون لایو رو ندیده بره اون لایو هم ببینه. در مورد اونم خیلی صحبت کردم. توی این ویدیو نمیخواستم زیاد در مورد اون ایونت خیلی زیاد صحبت کنم، بیشتر میخواستم در مورد حواشی صحبت کنم. دوستانی که لایو قبلی رو ندیدن لینکش رو میذارم زیر همین ویدیو بتونین اونم ببینین. ولی خب توی همون ویدیو قبلی هم اینجوری میگفتم که درسته که پیوتریان عالی بود، ولی خب شاید سبک زندگی مهراب هم شاید یه نقشی داشته توی این شکستی که الان داشت. شاید نتونست خودش رو درست و حسابی واسه این فایت آماده کنه. مهراب همین جوری در حال انجام دادن کارهای عجیب غریب دیدین دیگه. تو ویدیو قبلی هم در موردش صحبت می‌کردم. کارهایی انجام میده که واقعا آدمای معمولی انجام نمیدن. میره تو جنگل، میپره بالا درخت، آویزون میشه. من تو همین ویدیوهای قبلیش داشتم میدیدم. رفته بود بالا شاخه، رو شاخه آویزون شده بود و من گفتم میخواد چیکار کنه. یه جورایی انگار میخواد شاخه بشکنه که بیفته. یه جایی رفته بود، چون که تو اون لاس وگاس هم یه قسمتی داره کوهستانیه، تو بیابونه، ولی یه جایی داره، یه کوهی داره نزدیکش، اونجا برفه اون بالا. تو زمستونا آدم خیال میکنه اونجا مثلا وسط بیابونه، در حالی که یه کوه بلندی اونجا نزدیکشه و توی زمستونا هم اونجا برفه. به هر حال من فکر می‌کنم رفته بود اونجا توی این برفا از درخت رفته بود بالا، مثلا بگو 3 متر اینجوری. حدس میتونم بزنم یه ماه قبل از فایت. بعد اینجوری آویزون شده رو شاخه، اول یه ماش برف ریخت و اینا، از رو یه درخت کاجی هم بود. بعد گفتم شاید میخواد درخت بشکنه، تا آخر نشکست درخت، خودش انداخت پایین. ولی خب قبلا هم در مورد این داستان صحبت کردم. مثلا میره لب دره شروع میکنه رقصیدن، نزدیک بود یه دفعه بیفته تو دره. تو ایتالیا رفته بودن اونجایی، رفته بود بازی اون هموطنش رو ببینه توی ناپولی. اون فوتبالیست چی اسمش؟ یه اسم سختی هم داره، کواراتسخلیا، یه اسم اینجوری داره. الان تو پاریس سن ژرمن بازی میکنه. قبلا توی ناپولی بازی میکرد. اینا رفته بودن اونجا که اونو ببینن. بعد توی یه هتلی توی ناپولی بوده، از پنجره هتل اومده بود بیرون، رفت لب ساختمون ایستاده بود، مثلا اون طبقه دهم، اونجا داشت شادو باکس میکرد. و این کارهای خطرناک ببینین. حالا اون ربطی به فایت نداره، ولی خب منظورم اینه که کلا اینجوریه. یعنی توی فایتش با عمر هم یکی از این کارا باعث شده بود که زانوش، ساق پاش واز بشه. نمیگفت چیکار کرده، معلوم نبود رفته بود کجا، افتاده بود زمین، داغون شده بود پاش، که عفونت استاف هم گرفته بود. منظورم اینه که این کارهایی که خارج از کیج انجام میده بعضی وقتا باعث میشه که آسیب ببینه قبل از فایتاش دیگه. حالا توی این فایت نمیگم آسیب دیده بود، ولی خب یه کارهای عجیب غریبی که انجام میده. مثلا یه کاری که الان انجام داده بود چی بود؟ روز فایت، همون روزی که با پیوتریان مسابقه داشت، این کارو تو فایت قبلیش هم انجام داده بود مقابل کوری سندهیگن. حالا به اون کاری ندارم. همون روزی که با پیوتریان فایت داشت، این صبح همون روزه، نگاه کنید تو باشگاه. Saturday morning اینجا خودش نوشته روز شنبه، همون شبی که مسابقه دارن، صبح داره سپارینگ میره. 5 راند سپارینگ رفته بوده. حالا میگم خیلی سپارینگ محکمی بوده، ولی خب مرد حسابی بابا، روز فایت شاید شوخی اصلا اون کسی هم که داری باش تمرین میکنه کاری نداره، شاید تو کشتی گرفتن ها نمیدونم کلت بخوری، یه جای ابروت وا بشه. بابا یه مقدار مغزتو به کار بنداز. بعدش هم میدونم حالا ما بهش میگیم ماشین گرجستانی، واقعا یه ماشینه. ببینید نمیدونم، حالا صبح زود تو بری 5 راند یه سپارینگ بری، بعد مسابقات هم شب برگزار میشن. میدونی چه جوریه؟ یعنی همیشه مسابقات UFC، مثلا میگیم اگر مسابقات توی ابوظبی الان برگزار میشن، مین ایونت شبه، از عصری شروع میشن. معمولا اینجوریه. هر جایی که UFC رفته، از مثلا بگو طرف ساعت 4 بعد از ظهر شروع میشه، 4 و نیم 5 بعد از ظهر که کارت مقدماتی شروع میشه. بعد دیگه مین ایونت میفته ساعت مثلا بگو 10 و نیم 11 شب، به قول انگلیسی ها که میگن لوکال تایم،
به زمان همون جایی که فایتا دارن برگزار میشن معمولا اینجوریه. حالا تو لاس وگاس بودن، این فایتا مثلا بگو طرف ساعت 11 شب قرار برگزار بشه مقابل پیوتریان. این صبح رفته داره اسپارینگ تمرین کنه، اینجوری که میگفتن 5 راند. اینو بعد از اینکه فایتشون تموم شد، این چهل سانن داشت میگفت، توی برادکستشون داشتن اینو میگفتن، پخش زنده. توی مقابل فایتش با کوری سنتیگن هم همین کار انجام داده بود. دمت گرم، خیلی تمرین میکنی، ولی بابا یه مقدار میگم شاید این چیزا روش تاثیر بذاره. فایترای معمولی و مثلا قهرمانای معمولی الان نگاه کنین، اسلام ماخاچف، علی عبدالعزیز منیجرشون میگفت UFC بعد از اینکه اسلام ماخاچف اومد جک دلامادالنا رو شکست داد، اومدن بهش پیشنهاد دادن آقا توی ماه فوریه، یعنی 2 ماه بعد از اون فایت، 2 ماه و نیم بعد از اینکه اومد دلامادالنا رو شکست داد، بیا با کامارو عثمان مبارزه کن. حالا به قول علی عبدالعزیز، اونم دیگه همش حرفایی میزنه که 90% حرفاشو من باور ندارم، ولی خب مثلا لابلای حرفاش آدم باید بفهمه منظورش چیه و اینا. به هر حال گفته بود که ایانگری هم در موردش صحبت شد. حالا من اینجوری حدس میزنم شاید ایانگری بود و کامارو عثمان. بعد حبیب اجازه نداد، گفت که نه زوده. منظورم اینه که اونایی که با برنامه مبارزه میکنن، فکر میکنن قبل از اینکه فایت رو قبول کنن چند ماه 5 ماه میاد. خب خیلی زود بیان. مهراب سری 2 ماهی داره میاد. بعد اصلا تو امکان نداره از یه فایتی سالم بری بیرون. شاید چند تا مشت بخوری، یه انگشتت بشکنه، شاید اینا هم که دیگه آهن که دیگه نیستن. مهراب به نظر من یه مقدار زود برگشت. و اینم بگم که پیوتریان عالی بود. من هیچی از عملکرد پیوتریان نمیخوام اینجا از کاری که انجام داده بود کم کنم. خیلی عملکرد خوبی داشت، عالی بود، عالی بود. ولی خب یه جوری همینجوری با خودم فکر میکنم که شاید اگر مهراب قشنگتر خودشو آماده میکرد شاید مثلا میتونست بیاد ببره. ولی خب من حالا به هر حال از قهرمان شدن پیوتریان خیلی خوشحالم. هم از پیوتریان خوشم میاد، هم از مهراب خوشم میاد. از سبک مبارزه پیوتریان بیشتر خوشم میاد، اینجوری بگم. و یک کاری که پیوتریان اینجا انجام داد خیلی خوشم اومد. ببینید وقتی که یکی میاد کمربند قهرمانیشو میبازه، امکان داره دوباره بهش ریمچ بدن. تو ریمچ بیاد شاید کمربند قهرمانیشو پس بگیره، یا یه فایتی بره انجام بده بعد دوباره برگرده بیاد کمربند قهرمانیشو پس. امکانش هست. کسایی که این کارو کردن مثل حالا آدسانیا که اومد انتقامش از الکس پریرا گرفت، دوباره کمربند قهرمانیشو پس گرفت. یا مثلا حالا دوباره ولکانوفسکی که اومد دوباره کمربند قهرمانیشو پس گرفت. منظورم اینه که از زمانی که کمربندشون رو میبازن تا اینکه کمربندشون رو دوباره میان میبرن، اون زمان خیلی بلند نیست. ولی پیوتریان مدت زیادی با کمربندشو باخته بود. الان چند سال گذشته بود و کار بزرگی که انجام داد این بود که 3 تا باخت پشت سر هم داشت. پیوتریان 3 تا باخت پشت سر هم داشت. اومد توی ریمچ به الجیم استرلینگ باخت، بعد از اون به شان اومالی باخت توی فایت خیلی نزدیک توی ابوظبی که یه جورایی خیلی ها میگفتن حال دادم به شان اومالی. و بعد از اونم یه باخت دیگه داشت، الان تو خاطرم نیست، الان یادم نیست مقابله کی بود. بذار من همینجا نگاه کنم. آره دیگه به خود همین مهراب بود. بعد از اون اومد به مهراب باخت که الان این دفعه اومد انتقامشو گرفت. یعنی من اینجوری داشتم با خودم فکر می‌کردم، میگفتم اگر پیوتریان یه فایت دیگه ببازه شاید کاتش کنه، شاید از UFC دیگه باش تمدید نکنه، چون اون موقع میشد 4 تا باخت پشت سر هم. ولی از اون 3 تا باخت پشت سر هم برگشت و 3 تا برد پشت سر هم به دست آورد تو بهش تایتل شات دادن و اینجا اومد با یه عملکرد قاطعانه اومد مهراب شکست داد. دمش گرم.
توی فایت بعدیشون هم که در موردش قبلا صحبت کرده بودیم. ببین بچه‌ها، یه ماه و نیم دیگه توی مسابقات UFC 324 همونجوری که میبینید اینجا 25 ژانویه برگزار میشن، یعنی 1 ماه و نیم دیگه. توی این کارت هم شان اوملی مبارزه داره مقابل سانگ یادونگ، همونجوری که میبینید اینجا رنکش 2، همین که عمر نورماگومدوف فایت داره با دیویسون فیگوریدو و همونجوری که میبینید عمر هم رنکش 1. یا عمر یا شان اوملی تایتل شات بعدی رو به نظر من میگیرم مقابل پیوتریان. این بستگی داره شاید کدومشون قاطعانه تر ببره. به نظر من شان اوملی خیلی حریف سختری جلوشه نسبت به عمر. دیویسون فیگوریدو دیگه یه جورایی انگیزشو به نظر من از دست داده، فایت قبلیش هم سر مرزی برد. به هر حال بستگی داره اینجا UFC کدومشون رو بیشتر دوست داشته باشه. همونجوری که میبینید اینجا رنک 2 مال شان اوملیه، رنک 1 هم مال عمره و رنکینگا زیاد ملاک نیستن. الان وقتی که میریم در مورد آرمان ساروکیان صحبت میکنیم اونجا دیگه متوجه میشین چرا. رنکینگا فقط زمانی که UFC مثلا به نفعشه بخواد یه چیزی رو توجیه کنه میاد یا مثلا میگه آقا این رنک 1 رو داره مثلا. به هر حال به نظر من حریف بعدی پیوتریان یا میشه عمر نورماگومدوف یا میشه شان اوملی، در صورت اینکه این دوتا بیان فایت بعدیشون رو ببرن. من فکر میکنم خود پیوتریان بیشتر دوست داشته باشه با شان اوملی مبارزه کنه، چون که قبلا یه مرتبه بهش باخته و یه مقدارم خودش اینجوری احساس میکنه که نامردی باخته بهش، یعنی حقشو خوردن. فکر میکنم دوست داره بیاد اونجا انتقامشو بگیره از شان اوملی. و بعد از مسابقه هم گفت که به نظر من عمر باید بره با مراب یه مبارزه انجام بده، اگر برد بعدم بیاد با من مبارزه کنه. حالا ببینید چه جوری میشه. من بیشتر فکر میکنم شاید بشه شان اوملی، چون که این چیزیه که پیوتریان بیشتر بخواد، بیشتر دوست داشته باشه این کارا. حالا در مورد دستمزداشون هم یه مقدار صحبت کنم، بعد بریم وارد چیزای دیگه بشیم توی این ویدیو. این چیزاییه که حالا توی اینستاگرام من میدیدم منتشر میکردن. همونجوری که میبینین مراب $3 میلیون توی این فایت در آورد. این چیزا تقریبیه، اینا اینجوری نیست که 100% دقیقاً این چیزیه که اینا در آوردن. این چیزیه که معمولا الان میگن. من 2 جا رو رفتم نگاه کردم. یه جا اومدن گفتن که مراب نزدیک $2,342,000 در آورده، یه جای دیگه $3 میلیون. میگم این چیزا تقریبیه، بستگی داره چقدر اینا پیپر ویو فروختن و چیزای دیگه. ولی خب این چیزایی که دارم میگم هول و هوش این مبلغو گرفتن. پیوتریان نزدیک $1,400,000، پانتوژا $1,300,000، جاشوون $1 میلیون. واقعا واسم عجیبه. توی میشه گفت فایت، البته فایت های زیادی داشته توی UFC جاشوون، ولی خب $1 میلیون احساس میکنم یه مقدار زیاد، چون که تایتل فایت بوده اینقدر بهش دادن. خب و همونجوری که میبینین اینجا مثلا گفتن که هنری سهودو $420,000 گرفته، ولی اینجا نوشته $750,000. و اینجا دیگه آدم متوجه میشه دیگه چرا هنری سهودو اومد مبارزه که من قبلا میگفتم شاید مثلا نزدیک $500,000 در بیاد، $400,000، ولی تقریبا همون هول و هوش در آورده. مثلا بگو بین $500,000 تا $800,000 یه چیز اینجوری در آورده، شاید هم یه مقدار حتی بیشتر. بعدش هم بازنشست شد و رفت. گفتم شاید واسهتون جالب باشه، همینجوری سری نشون دادم. خیلی زیادم در موردش تحقیق نکردم، ولی خب این چیزاییه که میگن دیگه. چند جا رفتم نگاه کردم، همش هول و هوش همین مبلغیه که اینجا میبینین. حالا بریم در مورد چیزای دیگه صحبت کنیم. آها، یه چیز دیگه الان یادم افتاد. خوب شد این عکس‌ها رو اینجا آماده کرده بودم که بهتون نشون بدم. بعد از مسابقات پیوتریان اومد یه عکسی از خودش منتشر کرد توی یک جکوزی. همونجوری که دوستانی که حالا پرس کنفرانس رو دیدم، من پرس کنفرانسشون رو هنوز ندیدم،
ولی خب هایلایتاشو دیدم که یه جا مراب به پیوتریان میگه بعد از مسابقه بیا تو جاکوزی من، بیا یکم با هم حال کنیم، بیا میشیم تو جاکوزی هم. بعد پیوتریان بهش میگه آقا تو همش پسر تو جاکوزیت میاری، اصلا تو به حال ندیدم تو یه مرتبه با یه دختر نشست و برخاست کنی، اصلا تو با دختر ندیدمت. بعد مراب بیچاره هم خجالت کشید و اینا. به هر حال بعد از مسابقه پیوتریان اومد یه عکس اینجوری منتشر کرد که بره رو مخ مراب، یه تنه‌ای بندازه به مراب که نشسته بوده توی یه جاکوزی، مراب هم اینجا شده گارسون، براشو مشروب میاره و این حرفا. بعدش هم امروز مرادالیشویلی یه عکس دیگه منتشر کرد که خودش اینجا نشسته کنار چند تا دختر و نوشته سال 2023 وقتی که یانو زدم این عکس رو گرفتم که پشتش همونجوری که میبینین پیوتریان شده باغبون خونه مراب. الان توی سال 2025 الان من شدم گارسون این. نوشته مراب 1 پیوتریان 1 1 بین ما. و سوال این وسط اینه که توی سال 2026 چه اتفاقی میافته؟ یعنی کدوممون میبره؟ من دوست دارم تریلوژی اینا رو ببینم، فایت سوم بین اینا ببینم، ولی خب فکر نمی‌کنم ریمچ الان بدم به مراب. فکر می‌کنم یو اف سی میره تایتل شات یا میده به شان اومالی یا میره تایتل شات میده به عمر. از اون دوتا فکر می‌کنم بیشتر خوششون بیاد تا مراب. حقیقت رو بخوام بگم پولسازترن تا مراب. عمر یک امارات و عربستان و قطر میتونن پشتش باشن، کشورهایی که اینجوری کشورهای پولدار مسلمون میتونن پشتش باشن، چون که پشت حبیب بودن و پشت اسلام مخاشون، ولی کسی نیست اینجوری پشت مراب باشه اونجوری. بعد شانومالی هم آمریکاییه، به خاطر همین یو اف سی هم نگاه میکنه چی واسه بیزنیسش بهتره این وسط و جدیدن هم داریم میبینیم بیشتر و بیشتر دارن میرن این سمت. به هر حال من فکر می‌کنم تایتل شات برسه یا به عمر نورماگومدوف اگر ببره دیویسون فیگوریدو رو بزنه، یا شانومالی اگر بیاد سانگیادانگو بزنه. اینم از این. حالا میخواستم در مورد حرفایی که دینا وایت زد در مورد آرمان ساروکیان یه مقدار صحبت کنیم. بعد از مسابقه اومدن در مورد آرمان ساروکیان ازش پرسیدن که آقا الان آرمان ساروکیان چی میشه این وسط؟ تایتل شاتو که بهش ندادین هیچ. الان که توپوریا نمیخواد مبارزه کنه دفاع کنه، اینتریم تایتل فایت هم بهش ندادین، یعنی سر کمربند موقت هم بهش اجازه ندادین مبارزه کنه. الان این وسط داستان آرمان ساروکیان چیه؟ چی میشه؟ Long runway for his I wouldn't say that he's the odd man out, you know. He had an opportunity and you guys know how that played out. میگه چیز عجیبی نیست، شما همه تو میدین داستان از چه قراره. یه فرصتی بهش دادیم که فرصتش از دست داد. دوباره داره برمیگرده به فایت آرمان ساروکیان و اسلام مخاچف توی لس آنجلس، فایت دومشون که شب قبل از مسابقات، ببخشید شب قبل از وزکشی‌ها، آرمان ساروکیان گفت مصدوم شدم، کنار کشید از اون مسابقه. الان داره برمیگرده به اون فرصتش رو اونجا از دست داد. He's gonna have to work his way back. باید دوباره برگرده و دوباره شروع کنه به کار کردن. منظورش این که دوباره باید بره یه فایت دیگه انجام بده، چند تا فایت دیگه انجام بده. نامشخص صحبت میکنه. یعنی چی میگم، با صراحت صحبت نمیکنه دانا وایت. خیلی گنگ داره صحبت میکنه. یعنی مثلا میگه باید دوباره برگرده و دوباره کار کنه. حالا جالبیش چیه؟ یه ماه پیش، کمتر از 2 ماه پیش، مثلا بگو 1.5 ماه پیش ازش همین سوالو پرسیدن. ببینین چی گفت. Dana, earlier this week, you scheduled Arman Tsarukyan to fight Dan Hooker in November. Yeah. And will the winner of that fight become the #1 contender in the lightweight division? میگه تامین چند روز پیش فایت آرمان ساروکیان و دن هوکر رو اعلام کردی. آیا برنده فایت آرمان ساروکیان و دن هوکر کانتندر شماره 1 میشه، مدعی شماره 1 میشه، یعنی سر کمربند مبارزه میکنه؟ ببینید چه جواب میده. Will the number of that yeah.
خیلی بال. ببین بچه تناقض واقعا دیگه بهتر از این نمیشه. ببین اینجا تاریخش رو نگاه کنید. 5 اکتبر، الان 9 دسامبریم. باشه ببینم اکتبر، نوامبر، دسامبر، 2 ماه پیش. این قشنگ 2 ماه پیش این سوال ازش پرسیدن. نگاه کن چی میگه. Thank you, Dana. You're welcome. Dana, earlier this week, you scheduled. ببین خیلی بالا. 2 ماه پیش اینو ازش پرسیدن. گفت آره این میشه نمبر 1 کانتندر فایت. الان ببین چه جوری داره صحبت میکنه. میگه باید برگرده از اول شروع کنه، دوباره شروع کنه کار کردن، ببینیم چی میشه. I don't give a shit what the number says. میگه اصلا واسه من هیچ فرقی نمیکنه عددی که کنار اسمشه چیه. منظورش رنک آرمان ساروکیانه. آرمان ساروکیان اینجا که میبینید رنک 1 UFC رو داره. میبینین؟ به خاطر این بود که من داشتم در مورد عمر و شانومالی صحبت میکردم. ببینید اینجا الان عمر رنک 1 رو داره. احتمال داره اگر مثلا دلشون بخواد بدن به عمر تایتل شات بعدیو، میگن عمر رنک 1 رو داشت. متوجهین؟ اگر به نفعشون باشه بخوان یه کاری انجام بدن، میگن آره رنکش آقا بالاست، به خاطر رنکش ما این کارو کردیم و اینا. ولی الان که نمیخواد به آرمان تایتل شات بده، میگه آقا I don't give a shit what his number is. I don't give a shit. اصلا ببینید بچه‌ها معنی بدی هم میده. یعنی میگه من به اونجا من نیست که مثلا آرمان ساروکیان رنک 1 رو داره. اصلا شماره ای که کنار اسمش اینجا هست واسه من فرقی نمیکنه. He's going to have to work his way back. بعد دوباره برگرده عقب، چند تا فایت دیگه انجام بده. ولی خب دارم بهتون میگم نمیگه چی کار باید بکنه. اول میگفت که باید بره یه فایت دیگه انجام بده، رفت یه فایت دیگه رو انجام داد، قاطعانه هم برد. الان برگشت، الان داره اینجوری میگه باید برگرده عقب، دوباره چند تا فایت دیگه انجام بده. ولی خب میگم با صراحت صحبت نمیکنه. There's just too much goes into this for those type of things to happen. میگه این داستان خیلی پیچیده است. You know, we had a little وقتی که داریم در مورد این چیزا صحبت میکنیم کی تایتل شات بگیره کی تایتل شات نگیره، این داستان خیلی پیچیده ایه. Talking back in my room tonight and we were داشتم با همکارام صحبت میکردم همین دیشب در مورد این داستان داشتیم صحبت میکردیم. talking about you know all the crazy shit that's happened over the last 20 something years. میگه داشتیم در مورد اتفاقایی که توی این 20 سال اخیر اتفاق افتاده و اینا صحبت میکردیم، کارهای عجیب غریب، اتفاقای عجیب غریبی که افتاده. But you can't do that. You can't get the opportunity and then you can't end that way. So میگه نمیتونی بهت این موقعیت رو بدیم بعد اینجوری بزنی کنار. ببین بچه‌ها من میفهمم چی داره میگه، ولی خب با همه این کارو نمیکنه. مثلا آماندا نونس قبل از فایتش با والنتینا شفچنکو بود، فکر می‌کنم دومین باری که آماندا نونس با والنتینا شفچنکو مبارزه کرد دومین بار بود. مثلا بود نزدیک 10 سال پیش، 9 سال پیش. شب قبل از مسابقات آماندا نونس زد کنار. تازه بعد از وزکشی هم نه، قشنگ همون شب قبلش رفت کنار. تو همون هیری بیری گفتن آقا این یه مریضی داره، نمیدونم تب کرده فلان شده و اینا، رفت کنار. بعد از اون دانا وایت خیلی ناراحت بود، ولی خب بعد از اون دوباره بهش تایتل فایت دادن، چیزای دیگه هم دادن. منظورم اینه که با همه اینجوری دشمن نمیشه. حتی جان جونز قبل از فایتش با دنیل کورمیر توی UFC 200 همون شب قبل از فایتا آزمایش دوپینگ جان جونز مثبت شد، مجبور شدن فایت دنیل کورمیر و جان جونز رو کنسل کنن. ولی خب بازم دوباره جان جونز برگشت، دوباره بهش تایتل شات دادن و این حرفا. ولی خب اون آمریکاییه دیگه، یه ستاره بزرگ آمریکاییه. منظورم اینه که این داستان واسه خیلی اتفاق افتاده. الان هم در مورد اون UFC 200 صحبت کردم، اینو بگم. همون شب گرگارد موساسی با تییاگو سانتوس مبارزه داشت که اونم حالا مثلا یه جوری مثل آرمان ساروکیان ارمنیه، ولی خب تو ایران به دنیا اومده و اینا. اون شب من تا صبح بیدار بودم، گفتم الانه که منتظر این خبر بودم که تایتل شات رو میدم به گرگارد مقابل دنیل کورمیر، ولی یهو تایتل شات رو دادم به اندرسون سیلوا با پیتزا داشت پیتزا میخورد.
تازه از یه عمل جراحی برگشته بود، تازه پانسمانشو وا کردن، بهش تایتل شات دادن. اون دنیل کورمیر اومد یه دفاع خیلی ساده انجام داد و رفت. نامردی بود دیگه، چون که گگارد هم همچین اسم معروفی نداشت دیگه، اصلا اون موقع هم اینستاگرام و این حرفا نبود. تایتل شات رو بهش ندادن دیگه. به هر حال در مورد جان جون صحبت کردم، گفتم اونم شاید جالب باشه. آقا این کارا رو قبلا یه عده‌ای بودن انجام دادن، از زیر بعضی از فایت‌ها کنار رفتن، دوباره بهشون حال دادن، ولی آرمان ساروکیان اصلا بهش اینجا کوچیکترین کوچیکترین حالی ندادن. میدونین آرمان ساروکیان به نظر من باید الان بهش تایتل شات میدادن، یا حداقل میومدن بهش یه اینتریم تایتل شات میدادن. میدونم از زیر فایت کنار رفت، میدونم فرصتشو از دست داد، اینا رو قشنگ میدونم، ولی خب جاستین گیچی و پدی پیمپلت مثلا چیکار؟ شاخ غولو شکوندن. جاستین گیچی که مثل بچه‌ها داشت همینجوری گریه می‌کرد آقا من یا بهم تایتل شات میدی یا نمیام. تایتل شاتی که بهش نمیدادن، که الان البته بهش دادن. یعنی منظورم اینه که بین جاستین گیچی و پدی پیمپلت به نظر من نمیتونست تایتل شات از چنگ پدی پیمپلت در بیاره. اگر توپوریا توی ماه ژانویه الان میتونست مبارزه کنه با پدی پیمپلت درستش میکردن. جاستین گیچی اونجا نمیتونه از پدی پیمپلت جلو بزنه، چون که اون فایت UFC اول اون فایت رو میخواست، پدی پیمپلت و جاستین گیچی رو. ولی وقتی که دیدن توپوریا الان نمیتونه مبارزه کنه، گفتم خب حالا پدی پیمپلت و جاستین گیچی که مثلا بیان صدای جاستین گیچی هم بند بیارن، یه کمربند موقت گذاشتن وسط. هی داشت گریه میکرد مثل یه بچه‌ای که مثلا لوسه نق میزنه آقا من یا اینو میخوام یا نمیام، مثلا گیر میده به یه چیزی. اینم مثلا شد جاستین گیچی، هی داشت گریه میکرد آقا من یا تایتل شات میخوام یا نمیام. بعد UFC اومد صدا اونو بند بیاره، اومد گفت خب بیا سر کمربند موقت مبارزه کن. آره منظورم اینه که پدی و جاستین گیچی هم به نظر من حقشون نیست. درسته ساروکیان یه ایونت رو خراب کرد، ولی خب بعد اومد دوباره سر وزن رسید. توی فایت اولیویرا و توپوریا فایتر بکاپ بود، اونجا سر وزن رسید، بعدن اومد دن هوکر رو زد. خودت هم اومدی گفتی اگر بیاد فایتو ببره میشه مدعی شماره 1. الان داره اینجوری میگه. منظورم اینه که میدونم حالا اون نرسید و اینا، ولی خب اون دو نفر هم هیچ کاری نکردن. پدی و جاستین گیچی تنها امتیازی که دارن اینجا به نفعشونه اینه که 2 تا کشور پشتشونه. همون چیزی که دارم بهتون میگم. گیچی پشتش آمریکاست، آمریکاییه. پدی پیمپلت هم یه ستاره بزرگ انگلیسیه، انگلیس پشتشه. آرمان ساروکیان فالوور و اینا زیاد داره، ولی مثل حبیب و اینا، حبیب و اسلام مخاچه و حمزه چیمایو و اینا، امارات و قطر و عربستان و اینا پشتش نیستن. مسلمون هم نیست. و اگر بین آرمان ساروکیان و اون 2 نفر باشه، اون 2 نفر رو انتخاب میکنن دیگه. به خاطر همونه این تنها امتیازی که نسبت به آرمان ساروکیان داره. خلاصه کلام. و آرمان ساروکیان هم اینجا میتونه بزنه یه چیزی رو خراب کنه واسه شون. اینو شاید بخوان فایت توپوریا و پدی پیمپلت رو ببینن. اگر ساروکیان بیاد بزنه پدی پیمپلت رو شکست بده، دیگه نمیتونن اون فایت رو درست کنن. بعد شب توپوریا هم شاید بزنه. متوجه چی میگم؟ اصلا همه چی رو خراب کنه. ببین این همه باید این درس رو یاد بگیریم. شانس هر روز در خونه آدم نمیشینه. آدم بعضی وقتا باید یه چیزی رو چیزایی از دست نده. الان مثلا ببینین آرمان ساروکیان، من فکر میکنم اگر میدونست همچین اتفاقی میفته هرگز این چیزا رو از دست نمیداد. حتی شب میومد با وجود مصونیت فایت رو قبول میکرد. نکرد. ببین الان نزدیک 2 سال عقب افتاد. اول سال 2025 قشنگ 1 سال پیش قرار بود با مخاچف مبارزه کنه، نکرد. الان رسیدیم به اینجا. الان گیچی و پیمپلت سر کمربند موقت مبارزه میکنن، ساروکیان باید بشینه خونه. بعد فایت بعدیشون برندشون باید با توپوریا مبارزه کنه، باید بشینه همه چیزها رو تماشا کنه از تو خونه.
شاید یک فایت، شاید حتی 2 فایت دیگه باید انجام بده تا برسه به تایتل شات. 2 سال عقب افتاد. 2 سال دیگه چوبشو خورده. من دیگه فکر نمی‌کنم اگر دوباره بهش تایتل شات بدن، مردش هم که شده میاد وارد کیج میشه با این اتفاقی که الان افتاد. ولی خب این چیزی که می‌خواستم بهتون نشون بدم، تناقض رو می‌خواستم نشون بدم. قشنگ 2 ماه پیش دانا وایت ببین چی میگه. Arman Tsarukyan to fight Dan Hooker in November. Yeah. And will the winner of that fight become the number 1 contender in the lightweight division? برنده کانتندر شماره 1 میشه. Will the number of that? Yeah. توف تو صورت آدم دروغگو. این از این. خب بریم قسمت بعدی ویدیو. چیزی که اینجا میخواستم در موردش صحبت کنم. آقا کی فکرشو میکرد یانا یانجیچک و جمال هیل با هم دیگه دعواشون بشه؟ آقا داستان از این قراره که اینو پشت صحنه یه جای نشسته بودن، داشتن فایتر رو نگاه میکردن. جمال هیل هم با دوست دخترش یا حالا زنش یا حالا هر کیه، اون که همیشه باشه، به قول جوانای امروزی که الان میگن پارتنرش، به قول پارتنرش، با پارتنرش بوده جمال هیل. یانا یانجیچک هم که لهستانیه و با یان بلاویچ رفیقه و اصلا با هم عکس دارن. کلا حالا عکس دارن و یا ندارن فرق زیادی نمیکنه، ولی اینا از قبلا همدیگه رو میشناسن. یان بلاویچ چقدر اینجا قیافه جوون بوده، همینطور یانا یانجیچک. و اینا دوتا لهستانی هن. اینجوری نبوده که اینا مثلا با هم دوستیشون خیلی بیشتر از این باشه. اینا همدیگه رو میشناسن، هم وطنن. خب بعدش همین هر موقع همدیگه رو میبینن، با همدیگه عکس میگیرن و اینا. حالا توی همین مسابقات UFC 323 زمانی که فایت یان بلاهویچ و بوگدان گوشکوف شروع میشه، مثل که اینجوری که میگن، مثل این که پارتنر جمال هیل یه حرفی میزنه در مورد پیوتر یان، ببخشید یه حرفی میزنه در مورد یان بلاهویچ، یه چیزی میگه که از دید یانا یانجیچک انگار یه توهینی بوده. حالا من نمیدونم دقیقاً چی بوده، اینجوری میگن. یه حرفی زده به یان بلاهویچ که یانا یانجیچک عصبانی میشه و شروع میکنه با زن جمال هیل دعوا کردن اونجا. بعدش هم جمال هیل بهش میگه اگر دست بذاری به دوست دختر من نوکوتت میکنم. میگی یا مش میزنم بهت، اینجوری بهش میگه. اینجا گوش کن، این ویدیو رو با هم دیگه نگاه کن. ویدیو خیلی چیزای زیادی نشون نمیده به هر حال، ولی خب بعضی هیچیه. اینجا جمال هیل اینجاست. میگه هیل اینجوری گفته If you touch my girl، اگه به دوست دختر من دست بذاری I'm going to knock you the fuck out، نوکوتت میکنم. میگه yeah you will، یانا میگه yeah you will، اینجوری میکنی؟ اوکی. دیگه چیز دیگه ای نگفتن. ولی خب حالا همین امروز یانا یانجیچک اومد یه ویدیویی گذاشت که اصلا کوچکترین اشاره‌ای به این دعوا نکرد. اصلا من نمیدونم چی اومد گفت. من گفت که نمیدونم، من یه دختری هم که پلتفرم بزرگی دارم نسبت به خیلی از دخترای دیگه، همینطور بلدم بیام از خودم دفاع کنم. گفتم بیام اینجا از خودم یه مقدار دفاع کنم. میتونیم گوش کنیم حرفشو با هم، ولی خب حرف زیادی هم نزد خودش تو این ویدیو. اصلا کوچکترین اشاره‌ای به این داستان نکرد. Hi guys, I worked so hard to earn my reputation and I'm embarrassed to be in this situation. میگه من خیلی تلاش کردم که این شهرتی که امروز دارم رو به دست بیارم. الانم خداییش یه مقدار خجالت میکشم اومدم اینجا دارم صحبت میکنم. But when somebody uses my name falsely without any basis in truth, I will always stand up for myself. میگه ولی وقتی که یکی میاد حرفایی در مورد من میزنه که صحت ندارن، مجبور میشم بیام اینجا از خودم دفاع کنم. And for that I do not deserve to be threatened. I am mindful. کسی یه جوری اجازه نداره منو تهدید کنه و اینا. حقم نیست کسی بیاد تهدیدم کنه. میدونم که زن قوی هستم. A strong, capable woman who has the benefit of a lifetime of self-defense training.
و میتونم از خودم بیام دفاع کنم. I have a platform and resources that most women don't have. پلتفرم و ریسورس های زیادی دارم، همین که پولشو دارم، هم پلتفرم بزرگی دارم، اسم بزرگی دارم، تو فالوورای زیادی دارم، میتونم بیام از خودم دفاع کنم برخلاف خیلی از زنای دیگه. So I empathize with the women who are disrespected and threatened and lack the power and means to stand up for themselves. و یه جایی دلم میسوزه واسه زنایی که نمیتونن توی موقعیت من باشن، از خودشون اینجوری دفاع کنن و نه پولشو دارن، نه شهرتشو دارن، نه بلدن اینجوری از خودشون دفاع کنن. اونا رو هم درک میکنم، مثلا دلم یه جایی میسوزه واسه شون. And to stand up for the truth. I expect more from the society. I certainly expect more from athletes in our sport. انتظار بیشتری دارم از ورزشکارایی که توی این جامعه دارن در کنار ما زندگی میکنن و اینا. I want to thank the UFC. سرویس همون کردی با چی میخوای بگی آخه؟ چه ربطی داره به دعوا آخه؟ میخوام از UFC و نگهباناش اینجا تشکر کنم. Security and staff for their professionalism. I consider this matter closed and I میگه از نگهبانا و کسایی که توی UFC کار میکنن تشکر میکنم به خاطر حرفه‌ای بودنشون که چجوری اون لحظه رو میشه گفت هندل کردن و مثلا یه جایی شاید مثلا ما رو جدا کردن و اینا. الان هم دیگه بین این داستان دیگه واسه من تموم شده و به همه این ایام کریسمس و این حرفا رو تبریک میگم دیگه. اینجوری الان میخواد بیاد بگه. wish everyone a happy and healthy holiday season. واسه ببینم اینجا یه تکستی نوشته. همین حرفایی که اینجا زد اینجا هم نوشته. باور کن چت جی پی تی زده همه چی رو اینجا نوشته، خودش رو راحت کرده. ببین من از این یانا یانجچک خیلی خوشم میاد ها. دختر باحالی بود، قهرمان باحالی بود در کنار راندا راوزی. بعد اون موقع 2 کلاس وزنی بیشتر نبود، یکی راندا راوزی قهرمانش بود، یکی همین یانا یانجچک قهرمانش بود. قهرمان باحالی هم بود. میگه این دخترو ریزه پیزه ولی پررو. خب خوشم میومد ازش. یکیه که واقعا همه خوششون میاد ازش. بعضی وقتا میرفت رو مخ آدم، بعضی جا نمیخوام بگم همیشه آدم از این خوشش میومد و اینا، ولی البته من همیشه خوشم میومد از این. دختر باحالی بوده. کلا دختر باحالی بوده به نظر من. قهرمان خوبی هم بود. تا دیگه اومد باخت دیگه. به هر حال از قهرمانای الان بهتر بود به نظر من. قشنگ بلد بود که فایتر رو چجوری گنده کنه و بفروشه. یه ایمیج دیگه داشت، یه چهره دیگه داشت نسبت به بقیهشون. به هر حال این حرفای یانا یانجچک بود. دعواشون هم با جمال هیل که دیدین. مطمئنم حالا بعد از این داستان، بعد از این ویدیویی که الان گذاشتم، بعدا بیشتر در موردش صحبت خواهد شد. اینم از این آقا. فکر کنم در مورد همه اینا هم صحبت کردم. بذار ببینم دیگه در مورد چیز دیگه ای که آرمان ساروکیان که صحبت کردیم در موردش. اینو بذارم، اینم ببندیم، بریم در مورد حمزه چیمایف صحبت کنیم. اینم ببندم دیگه. خب بذار اینجا من چند تا نکته رو نوشتم اینجا که در مورد حمزه حرفایی که زده و اینا، حرفای جالبی که زده اینجا در موردش صحبت کنیم. بچه‌ها تا اینجا ویدیو نگاه کردین ممنون میشم ویدیو رو لایک کنین. اگر فراموش کردین یا اینجا به ما ملحق شدین اینجا ویدیو رو لایک کنین. بچه همینجا هم جا داره دوباره عذرخواهی کنم به خاطر لایو قبلی که دیر اومدم، نزدیک نیم ساعت دیر اومدم، شاید نزدیک 40 دقیقه. حتی دوستانی که اونجا الاف شدن و منتظر من بودن واقعا ببخشید بچه‌ها. مثلا اول نمیتونستم هیچ چیزی رو بندازم، بعدش موفق شدم یه چیزی رو بیارم، بعدن اصلا دوربینم کار نمی‌کرد و اصلا یعنی قشنگ نیم ساعت اونجا گیر کرده بودم. به هر حال دوستانی که توی ویدیوی قبلی الاف شدن، توی لایو قبلی منتظر من بودن، معذرت میخوام بچه‌ها. سعی می‌کنم هرگز دیگه تکرار نکنم. به هر حال بچه‌ها آقا بریم از دقیقه 5 شروع کنیم.
اینجا همزاد ببینید بچه ها، کل این داستان اول خلاصه شو بگم، همزاد دنبال الکس پریراست. بعد اینجا دارن ازش میپرسن که حالا یه مقدار در مورد جان جونز ازش میپرسه. تو جان جونز وقتی که اومده بود توی چچن، اومده بود پیش رمضان قدیرو و تو اونجا دیدیش و اینا، داشتیم با هم کشتی میگرفتین و اینا، چرا جدی شد و اینا؟ همزاد میگفت که ببین وقتی که یکی داره با من جدی کشتی میگیره، من همینجوری یه مقدار جدی میشم و اینا. حالا جالبیش اینه که خیلی از بچه‌ها میگفتن که همزاد خاکش کرد فلان کرد و اینا. بذار برام سنم بیارم. He like it. He like it. He was there shooting, doing funny things around there. Had a good time. دیگه به جان جونز خیلی خوش گذشت اونجا بود اینا. البته خب معلومه خیلی بهش خوش گذشت. الکی که نرفته بود اونجا. یه ولای خوبی بهش دادن رفته بود اونجا. When you say that it wasn't real wrestling though, it did look like he kind of wanted to take him down there. میگه جدی نبود، ولی الان برتو کوموتو بهش میگه همچین شوخی هم نبود. به نظر میرسه که تو یه مقدار داری جدی با جان جونز کشتی میگیری و اینا. When it started to heat up a little bit, it did look like he kind of Yeah, but when wrestling starts, after my body works automatic. When someone starts to wrestle with me, it starts. همزاد هم یعنی آدم مغزش سوراخ میشه بفهمه چی داره میگه. قربون ندیاز. به هر حال حالا این انگلیسی زبونش نیست، اشکال نداره. سوئدی که صحبت میکنه من میفهمم چی میگه. چقدر جالب تو این ویدیو کسی که پشت بود همش داشت باش سوئدی حرف میزد. اون چیزا رو من کامل میفهمم، ولی وقتی انگلیسی صحبت میکنه درست حسابی نمیفهمم چی داره میگه. میگه اصلا دست خودم نیست، وقتی یکی بام کشتی میگیره اصلا یوهی خودکار میخوام برم تیک داون بگیرم. میگه دست خودم نبود، اینجوری بدنم یه جوری دست خودم نبود، طرز ذهنم اینجوری که آقا این میخواد بام کشتی بگیره، بذار بزنمش زمین. به هر حال این از این. الان اینجا ادامه میده برتو کوموتو، ازش میپرسه که خب حالا جان جونز یه جورایی اونجا پیش تو بود، الان جان جونز هم الکس پریرا رو میخواد باش مبارزه کنه، پریرا هم میخواد با جان جونز مبارزه کنه، تو هم میخوای با پریرا مبارزه کنی، هم تو هم جان جونز دوتاییتون میخوان با پریرا مبارزه کنین. به نظرت کدومتون حالا این فایتو میگیره؟ همچین چیزی ازش میپرسه. Yeah, we was speaking about that as well. میگه در مورد اونم صحبت کردیم. That's good fight for him, good fight for me. واسه دوتاییمون فایت خوبیه الکس پریرا. Everyone knows that UFC knows that, but UFC don't want to give this guy from me. میگه UFC نمیخواد این فایتر رو به من بده، پریرا رو به من بده. من شکستش میدم. And the guy say, "Oh, I come to your jiu-jitsu, wrestling, grappling, I don't know what." پریرا چند وقت پیش اومده بود توی اینستاگرام اینجوری اومده بود گفته بود که من تو رو چالش میکنم، تو که نمیای طرفا پیش من میام تو خونه تو، اونجا یه مسابقه گرپلینگ انجام میدیم. همزاد اینجا میگه آقا گرپلینگ چیه؟ بیا با هم یه مسابقه ام ام ای انجام بدیم. این حرفا رو نزن به من. فایت گرپلینگ و این حرفا چیه؟ So this grappling jiu-jitsu is not our job. Our job UFC. میگه شغل ما توی UFC. اگه راست میگه بیا اینجا توی UFC با من مبارزه کن. این از این. بذار برم حالا قسمت بعدی. خیلی جاش حرفای خیلی زیادی نمیزنم. من به خاطر همون میخوام برم سر اصل مطلب، جایی که جالبه. اینجا. I don't think so. He wants that fight. He knows about it. Teixeira putting out a. I don't think so. He wants that fight. He knows about it, and UFC know about it. So I can't say the things what UFC says to me, but it's gonna be not respect for Alex because everyone knows this guy is not my level, you know. So میگه که نمیخواد این فایت رو قبول کنه و اینا، و در سطح من نیست، لول من نیست الکس پریرا. یه جوری مثلا میگیرم میزنمش، شاید یو اف سی این حرفا رو نزنه، ولی من اینجا بهتون میگم من میتونم بزنمش. He's good striker, one of the best striker. I give the respect for him. میگه به استرایکینگش احترام میذارم،
یکی از بهترین استرایکرهای دنیاست، خیلی‌ها رو زده و اینا، ولی گرپلینگ در حد من نیست. منظورش اینه. قدرت ناکوت داره و این حرفا. Like ask whoever 99% in the world who's watching UFC, so they're gonna take. میگه از 95% هر درصدی که گفت از اکثر طرفدارای UFC توی دنیا بپرسین اگه من با پریرا مبارزه کنم کی میبره، همشون میدونن داستان از چه قراره. منظورش اینه که اکثرا متوجه میشن که من میتونم ببرم فایت. He knows it. He knows that's why he's running away. Why? میگه میدونه به خاطر همین داره از من فرار میکنه. آخه ببین بچه‌ها، الکس پریرا اگر بتونه بین جان جونز یا حمزت انتخاب کنه، خب مسلمه میره جان جونز رو انتخاب میکنه. یعنی خود حمزت اگر به جای الکس پریرا بود جان جونز رو انتخاب میکرد. اگر بهش میگفتن حمزت میخوای با جان جونز مبارزه کنی یا الکس پریرا، من شاید فکر میکنم جان جونز رو انتخاب میکرد. البته خب اینم بگم که جان جونز الان هیوی ویته، ولی من بازم فکر میکنم حمزت دلش میخواست بره با اون مبارزه کنه، چون که قبلا هم با هم تیمیش الکساندر گوستافسون 2 مرتبه مبارزه کرده جان جونز. این اصلا جان جونز رو داشت گوستافسون رو واسه جان جونز آماده میکرد، یکی از اون حریفای تمرینیش بود. منظورم اینه که حق داره الکس پریرا که بیاد جان جونز رو چالش کنه و دنبال اون فایت باشه، از حمزت یه جورایی کناره گیر. خب معلومه چون که موقعیت بهتریه، اسم جان جونز از حمزت بزرگتره. کاری به فالوور رو این حرفا ندارم. توی کارنامه فایترها وقتی که یه فایتری بازنشست میشه، اگر اسم جان جونز باشه بهتره یا اسم حمزت. جان جونز همین الان خیلی‌ها میگن گوت یو اف سیه. دانا وایت خودش رو سرویس کرده، میگه آقا گوت یو اف سی، گوت یو اف سی. نزدیک 1 سال داشته تو همه جا میگفته که جان جونز گوت یو اف سیه. حالا اونم نه، خیلی از طرفدارا همچین فکری دارن، میگن آقا جان جونز گوت یو اف سی. خب مسلمه الکس پریرا دوست داره که اسم جان جونز تو کارنامه‌اش باشه. شاید بعد از اون شاید دلش بخواد با حمزت مبارزه کنه، ولی تا قبل از اون معلومه که یه جایی نمیخواد با تو مبارزه کنه. و این چیزی که اینجا میخوام بگم، اگر حمزت هم بود جان جونز رو انتخاب میکرد. این چیز عجیبی نیست، ولی حالا اینجا حمزت میگه از من داره فرار میکنه این حرفا. Accept the fight against Duplessis. Why he not accept the fight against me? میگه با دوپلسی حاضر بود مبارزه کنه، ولی چرا الان با من حاضر نیست مبارزه کنه؟ اولا اون داستان قبل از این بود که اصلا الکس پریرا بیاد با دوپلسی، الکس پریرا ببخشید بیاد با آنکالایف مبارزه کنه. این خیلی داستان قدیمیه. ما مثلا بگو فکر 1.5 سال پیش پریرا رو الان داره در مورد صحبت. الان آدم لحظه به لحظه اینجا شاید برنامه‌هاش عوض بشه. I beat Duplessis, like I destroyed the guy 5 rounds. میگه دوپلسی داغون کردن. به خاطر ببین این هم یه دلیل دیگه است. داغون کردم که داغونش رو دیدیم دیگه. یعنی یه خطی رو صورت دوپلسی نیافتاده بود حقیقتا بگیم. تا آخر فایت داشت دوپلسی رو کنترل میکرد رو زمین. بلد بود دوپلسی رو زمین نگه داره. این داغون کردن راندا رو دزدیدی، آره 5 راند رو بردی قاطعانه بردی، ولی فایت دیدنی نبود خودش. به غیر از اون چند ثانیه آخر فایت که دوپلسی پرید پشت شروع کرد چند تا مشت بزنه و اینا. حقیقت رو دارم میگم. اگر با پریرا مبارزه کنه فکر میکنی با پریرا وایس ساروپا مبارزه کنه یا شاید یه فایتی بشه مثل فایتش با دوپلسی؟ به خاطر همون کی دلش میخواد اون فایت ببینه؟ شما دلتون میخواد حمزه 5 راند رو الکس پریرا بخوابه؟ کی دلش میخواد؟ شاید جان جونز هم همین کارو کنه، ولی خب جان جونز میره واسه تموم کردن اگر اون فایت انجام بشه، مطمئنم. بعدش هم جان جونز حالا دیسیژن هم شد. فکر نمیکنم مثل یه فایتی بشه که شباهت داشته باشه به فایت حمزه و دوپلسی. اونجوری نمیشه جان جونز و پریرا. این هم یه دلیل دیگه که از اون فایت رو درست نکنن. تا همون کاری که با دوپلسی کردی میخوای با پریرا هم انجام بدی، دیدنی هم نمیشه. He's saying like I'm not famous. Was Duplessis famous? میگه من معروف نیستم، دوپلسی معروف بود. باز برمیگردم با اون حرف، اون داستان قدیمی بود، خیلی پیش بود. Duplessis his Instagram has like 500 million views. برمیگرد تو اینجا، آقا تو اینستاگرام یه چیز بذارم این همه 5 میلیون نفر میبیننش و اینا. اینجوری داره.
آره یاد یه ضرب المثلی افتادم که میگه تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین فالوور و زیباست نشان آدمیت. البته اینو در مورد حمزه تو اینا نمیگم، در مورد همه میگم. الان تو این 2 روزمون انگار همه عقلشون به چششونه، چون که یه نفر مثلا 10 میلیون فالوور داره یا چند میلیون فالوور داره دلیل نمیشه که مثلا همه مثلا از بقیه بهتر باشه. So if the UFC does not want you to move آدم up, بهتری باشه. that you made that very clear. What do they want and what is the next step for you obviously? میگه خب الان UFC به تو اجازه نمیده حالا مثلا بری بالا و اینا. این چیزی که بهش میگه اینجوری که میگی و اینا، فکر کنم اینا قبلا با هم صحبت کردن، چون من اینو کامل گوش کردم این داستانو. الان قدم بعدی چیه؟ به همزه اینو میگه. I mean everybody wants to know when you're going to fight, how frequently you're going to fight, who you want to fight, what is میگه الان ازت میپرسن که میخوای با کی مبارزه کنی. خیلی این سوال واسه شون پیش میاد. چند وقت میخوای مبارزه کنی؟ آیا فعال نیستی؟ حریف بعدیت که میخوای با کی مبارزه کنی؟ کی میای؟ is your mindset like moving forward in the next Fight anyone. So just for me, not big important that I fight anyone. I'm gonna fight anyone. So just important thing to stay good. what is your Fight anyone. I'm gonna fight. میگه با هر کسی حاضرم مبارزه کنم، فرقی نمیکنه. Important thing to stay good. Alex paid. میگه مهمترین چیز اینه که به من پول خوبشو بدن. پول خوبی بدن با هر کسی حاضرم مبارزه کنم. They're gonna pay good for Alex, you know, like good pay-per-views. Maybe they pay more money for that. That's why I'm pushing. میگه با کسایی که معروف ترن خب مسلماً بیشتر بهم پول میدن، به خاطر همین من دارم سعی میکنم فایت پریرا رو بگم، چون که توی اون فایت بیشتر بهم پول میدن. بس ببینم همه یه مسابقه رو نمیخواستم گوش کنم. آها بریم دقیقه این دقیقه. Do you feel like you already know how that fight is going to go? You have trained with him, right? But آها بذارین قبلا هم گوش کنیم، چون که یه مقدار در مورد چیزای دیگه هم صحبت کرد. Who is the ranked? They're gonna give me UFC, so we'll be ready for them. Yeah, man, you're making 5-6 million a fight plus the double money that you're talking about with your sponsors outside. The life is really good at that point. جالبیش اینه که حمزه اول ویدیو گفت که قهرمان شدن زندگیمو تغییر داده و اینا. یه جورایی اومد گفت که پولی که بیشتر از پولی که بعد از مسابقه گرفتم خارج از UFC خیلی بیشتر از پولی بوده که توی UFC بهم دادن. مثلا توی UFC مثلا بهش بگو تو فایت آخرش مثلا 3 میلیون شبش دادن. امارات 20 میلیون دلار بهش داد. کسایی که تو امارات حالا خب همونجوری که میدونید خب پرچم امارات هم بلند کرد و پاسپورت امارات رو هم داره. 20 میلیون دلار بهش دادن، اینجوری که من خونده بودم. میگن حالا اینجوری میگن 20 میلیون دلار بهش دادن. یعنی اصلا نزدیک شاید بگو 7 برابر چیزی که UFC بهش داد. 6 برابر چیزی که UFC بهش داد. الان اینا بهش میگه همونجوری که خودت گفتی اسپانسورها بیشتر بهت پول میدن. حالا اون شیخ‌های امارات اینا خب اسپانسور نیستن، بیشتر به خاطر اینکه مثلا پرچمشون رو برد بالا و اینا بهش میدن. برای این داره اسم اونها رو میذاره اسپانسور که یه مقدار شیک‌تر بشه. Point, huh? Yeah, it is. With Imavov, because it does seem like Imavov is the top one right now. Do you? میگه احتمالاً شاید بشه ایماووف. یه جا اسم شان استریکلند و اینا هم آورد، فقط نمیدونم الان یا بعد از اون. بذار همینو گوش کنیم. Do you feel like you already know how that fight is going to go? You have trained with him, right? میگه قبلا با ایماووف تمرین کردی، چجوری به نظرتون فایت چجوری تموم میشه اینا؟ Right, but I'm not sure Yeah, how we much. train. We didn't train MMA. We just wrestled a bit. You know, my wrestling skills. I don't know his striking skills. It's not. It wasn't. میگه با هم یه مرتبه تمرین کردیم، MMA تمرین نکردیم، یه مقدار با هم کشتی تمرین کردیم، یه مقدار کمکش کردم، رفته بود اینجا اینو کمک کنه کشتیشو یه مقدار بهتر کنه. I was there. I just tried to help him. He's a good guy. I know him. Like he knows me. We know each other. If you ask me, I don't want to fight this guy. میگه بچه خوبیه، دلم نمیخواد باش مبارزه کنم. اگه از من میپرسی دلم نمیخواد با ایماووف مبارزه کنم. Because he's like we know each other. Like a Muslim, and he's from Pakistan. You know how it's Pakistan Chechen people like. It will be like a lot of drama and.
میگه مسلمون داغستانیه، منم چچنم، نمیخوام باش، ترجیح میدم باش مبارزه نکنم، چون که میدونی مثلا اگه من برم با این مبارزه کنم و اینا شاید مثلا طرفدارای یه مقدار خوششون نیاد و اینا، چون که نمیخوام دراما درست کنم وقتی که مثلا با اینا، چون که همونجوری که میدونی خب حمزه قبلا یه مرتبه با تیم حبیب و اینا دعوا شده، به خاطر همون اینا مثلا سعی میکنن یه جورایی یه حالت دوری و دوستیه. خب اینجا حمزه میگه یه درامایی پیش میاد، اگه من دلم نمیخواد باش مبارزه کنم، بچه خوبی هم هست، نمیخوام اون دراما پیش بیاد، علی که مثلا طرفدارای بیان از من انتقاد کنن که چرا داری مثلا با برادر مسلمونت مبارزه میکنی، این حرفا دلم نمیخواد این چیزا رو بشنوم. ولی خب اگر خودش بخواد باش مبارزه میکنه دیگه، با خودشونه. میگه اینترنت و این حرفا، یعنی منظورش مدیا و اینا میرن رو مخم، دلم نمیخواد. But if she wants it, so I never gonna say no. If the guy wants it, I tell his manager as well, hey, brother, if Mamo actually wants, I will be open. If he says he can wait till I move up. میگه به منیجرم میگم که با اونا تماس بگیره، بگه آقا اگر میخوای صبر کن، من برم با یکی دیگه مبارزه کنم، یکی مثل شان استریکلند یا حالا یه کانتندر دیگه، وقتی که من اونو شکست دادم بعدا من یه کلاس وزنی میرم بالا که تو بعداً بیای پشتم، تو بعداً تایتل شات بگیری. ولی خب اگر اونا بخوان همین الان سر کمربند مبارزه کنن، نتونن صبر کنن، باش مبارزه میکنم. UFC همین فایتو به من بده، حرفی ندارم. I will be great. I'm like not gonna say no. I want to fight this guy. No, so for me it doesn't matter. Whatever he decide, she decide. هر چی خودش بخواد همون. We'll see. There is a lot of other guys as well. Strickland win against him. So maybe میگه آدمای دیگه هم هستن مثل they can do rematch or I can fight Strickland or I can fight مثل استریکلند یا هرناندز، دریدر. A lot of options. آپشن های زیادی دارم. ببین بچه راستی تو همین مسابقات UFC 323 در جریان مسابقات UFC 323 UFC اومد این فایت رو اعلام کرد، استریکلند مقابل هرناندز. استریکلند هم چند مدت محروم بود چون که توی مسابقه توی لاس وگاس خارج UFC یه ایونت دیگه رفته بود، وارد کیج شده بود، به یکی حمله کرده بود، اینم محرومش کرده بودن چند ماه. الان برگشته قرار مقابل هرناندز مبارزه کنه. فایت خیلی سختیه واسه هرناندز. شان استریکلند واسه هیچ کی راحت نیست. چیزی که میخوام اینجا بگم اینه که من دلم میخواد قبل از اینکه حمزت بره یک کلاس وزنی بالا یا حالا هرچی، من که دوست دارم تا اون کلاس وزنی میمونه چند تا دفاع انجام بده، ولی اگر بره من دلم میخواد حتما با شان استریکلند قبل از رفتن مبارزه کنه. من میخوام این فایتو ببینم. شان استریکلند توی پرس کنفرانس و اینا خیلی حمله میکنه به حمزت، مطمئن باشین بهش میگه نمیدونم بهش بگه تروریست یا نه، ولی خب حرفای زیادی داره به حمزت شیماوی بزنه. اسرائیل آدسانی دیگه کم مونده بود گریهش بگیره توی فایتاش با شان استریکلند، خیلی اذیتش کرد. همین کارم میتونه خیلی با حمزت انجام بده و مچاپ بدی هم میتونه باشه. حالا حمزت خاکش میکنه و اینا، این چیزا رو میدونم، ولی بازم شاید حمزت اینقدر شان استریکلند بره رو مخش اذیتش کنه که حمزت دلش بخواد یه مقدار هجومی‌تر مقابل شان استریکلند مبارزه کنه، دوست داشته باشه سر و پا روشو کم کنه، دوست داشته باشه ناکوتش کنه به خاطر حرفایی که بهش زده، یه مقدار احساساتی مبارزه کنه، شاید واسهش سخت بشه، شاید نخواد همون سبکی که مقابل دوپلسی مبارزه کنه مقابل استریکلند مبارزه کنه و شاید به ضررش تموم بشه. حالا کاری به اون خود فایت هم ندارم ولی بیلداپ فایت خیلی باحال میشه، تو پرس کنفرانس ها خیلی باحال میشه. کی دلش نمیخواد فایت استریکلند و حمزه رو ببینه؟ فکر کنم همه دلشون بخواد. حالا استریکلند هم نه، میگیم آنتونی هرناندز، یا آنتونی هرناندز یا استریکلند دوست دارم با حمزه مبارزه کنه. ایماووف ببینین حقش هست، ولی اصلا دلم نمیخواد این تایتل فایت رو ببینم.
هیچ جذبه زیادی نداره واسه من این تایتل فایت. مثل این میمونه که مثلا رئال مادرید به جای بارسلونا بره با والنسیا بازی کنه. خب بازی مادرید والنسیا بهتره یا مثلا بازی مادرید بارسلونا؟ خب معلوم مادرید بارسلونا رو همه دوست دارن ببینن. حالا امیدوارم این دفعه مثلا بگه آقا اوکی ما برادران مسلمان با هم مبارزه نکنیم، یه حرفا بره کنار بشینه تا مثلا برنده این فایت مشخص بشه، برنده این فایت با همزاد مبارزه کنه، که البته فکر نمی‌کنم همچین اتفاقی بیفته. این ایماوو چند وقت پیش اومد گفت که بعد از ماه رمضان میام و این حرفا و اینا. همزاد اومد بهش گفت که see you after Ramadan. ایماوو بعد از رمضان میبینمت. روی کشتیت کار کن داداش، داش کوچیک. یعنی از مبارزه با هم اینا دوری نمی کنن. ولی خب همزاد همونجوری که شنیدی میگه میخوام باهاشون یه تماسی بگیرم، اگر میخوان شما بیرون بشینین رو نیمکت بشین تا من اون یکی رو بزنم، وقتی که اونو زدم یه کلاس از این میرم بالا بعدن تو بیا پشتم. به هر حال این تایتل فایت من دوست ندارم، یعنی اصلا وقت تلف کردنه، ولی متاسفانه it is what it is. اگر به ساروکیان تایتل شات ندادین، این ایماوف که اصلا باور کنین همین الانم که دارم صحبتشو میکنم و میتونم بگم از ایماوف بپرن. شاید این اتفاق بیفته، شاید نمیگم بعدا نمیگم بگم آقا مزک تو اینجوری گفتی اینا، شاید، مگر اینکه قبل از این فایت دیگه اعلامش کرده باشن این یکی فایتو، وگرنه یکی از اینا ببره امکان داره دوباره سر و صدا بره بالا آقا ما میخوایم با همزاد مبارزه کنیم، شاید تایتل شات از ایماوو بدازن. اینم توییتی که قبلا به هم دیگه زده بودن. پریرا اومده گفته بود 2+1=3 شاما. قبلا هم یه چیز دیگه نوشته بود که اون خیلی دیگه فکر کرده بود، فکر کنم پشتش نوشته بود 2-1=3، یه چیز اینجوری نوشته بود چند وقت پیش. همزاد هم اینجا اومده نوشته -1 2+1. اینا مسئله فیثاغورس رو دارن حل میکنن ها، یعنی چیز سنگینیه. منظورش اینه که حالا نه یک کلاس وزنی بیا پایین، من میخوام یکی از کمربندات مال منه دیگه، حدس زیادی آدم نمیخواد بزنه، اینو نمیخواد تحلیل کنه و اینا. به هر حال اینم از این. بریم یه چیز دیگه هم گفت، اینم گوش کنیم و بعد آقا از حضورتون مرخص شم. میگن کی میای؟ Straight away after Ramadan, 1-2 months, prepare for the fight, 6 weeks. میگه بعد از ماه رمضان میام، فقط بعد از ماه رمضان 6 هفته به من وقت بدین میام. یه ماه 2 ماه بعد از ماه رمضان هستم. یعنی من نگاه میکردم ماه رمضان 19 مارچ تموم میشه، یعنی نزدیک 3 ماه دیگه. بعدشم 2 ماه، یه ماه تازه بعد از اون میخواد چیز کنه، میگم حداقل 1.5 ماه، بگو 4-5 ماه دیگه همزاد برمیگرده. همزاد همینش بده دیگه، یعنی اصلا فعال نیست، یعنی سالی یه بار بیاد بعد کلامونو بندازیم هوا. امیدوارم حالا فعالتر بشه. دمتون گرم بچه‌ها، لایک کنین، سابسکرایب کنین، دوستاتون معرفی کنید. همتون گرم، تا ویدیو بعدی میبینمتون. خداحافظ.